یک کاربر رادیوی پیام نواری را فرستاده است که دیده می شود چگونه کارمندان کمیسریت حربی و پلیس جوان را بازداشت کرده می خواهند به ماشین سوار کنند، اما به جوان میسر می شود از دست آنها فرار کند. در این نواری چند ثانیگی همچنین دیده می شود چند نفر واردی کشاکش با کارمندان کمیسریت حربی می شود و جوان را از دست آنها رها می سازند. چند نفر دیگر از جمله یک زن مشغول ثبت این کشاکش به تلفن های خود هستند. نواربردار شرح می دهد که ابله بوده است. وقتی جوان از دست ابله‌چی ها فرار می کند، یکی می گوید که 10,000 گریخت. ظاهراً 10,000 گریخت گفته او رشوه را در نظر دارد که عادتاً کارمندان کمیسریت حربی برای رها کردن جوانان بازداشت شده می گیرند. ابلاوا بوده ابلاوا را بین کم شو که مردم 10,000 گریخت 10,000. در همین حال طبق اطلاع خبرگزاری اوستا با استناد به سردار مرکزی مطبوعاتی وزارت دفاع عارف نظامیان در 10 روز دعوت تیرماهی نقشه دعوت در کشور 45% اجرا شده است. طبق گفته او در روزهای اول دعوت نقشه آن در ولایت مختار بدخشان برزیات 110% اجرا گردیده است. در ولایت سوخت دو ناحیه اسفره و استرافشان توانستند شماره به نقشه گرفته شده را ابلاغ کنند. قبلا درباره راه‌های مجبورسازی جوانان به خدمت حربی پیام چند مقاله نشر کرده بود. یکی از این راه‌ها بازداشت والدان جوانان تا از مهاجرت برگشتن به صف ارتشی پیوستن آنهاست. راه دیگر منع فروش بلیط هواپیما به جوانان سنی دعوت و غیره. در ولایت ختلان نقشه دعوت 32% اجرا شده است. در شهر و نواحی راغون، سنگوار، لخش و نورآباد هم نقشه با موفقیت به انجام رسیده، اما ابله و شاید ادامه دارد. عادتاً کمیسریت های حربی بعد اجرای نقشه هم به ابله و ادامه میدهند تا بیشتر خون مردم را مکیده بودجه خانوادگیشان را پرتر سازند. همین طور در نواحی تابع جمهوری نقشه ابله 46% و خود پایتخت 48% اجرا شده است. این نشان دهنده در عموم در کشور 45% است. گفتنی است دعوت تیرماهی و ابله تا 30 نوامبر ادامه می کند.